سلام به بیننده های شبکه TM. این هفته با یکی دیگه از برنامه ثروتمندترین ها در خدمت شما هستیم. همونطور که هفته پیش برنامه رو دیدین با آقای شلدن ادلسون، آقای جیم والتن، خانم کریستی والتن و آقای دیوید کاچ آشنا شدیم. این هفته با 3 نفر بعدی از شخصیت های ثروتمند دنیا با شما خواهیم بود. یعنی نفر 6م، 5م و 4م. ابتدا خلاصه برنامه هفته پیش رو ببینیم که با 3 نفر بعدی از شخصیت های ثروتمند دنیا آشنا بشیم. دهمین شخص ثروتمند دنیا آقای شلدن ادلسون هستند. ایشون رئیس و مدیر اجرایی چندین هتل در لاس وگاس می باشند و دلیل ثروتمند بودنش همین است. آقای ادلسون 80 سال سن دارند و ساکن لاس وگاس آمریکاست و با مبلغ حدود 36.2 بیلیون دلار یکی از ثروتمندترین مردم دنیاست. نهمین شخص ثروتمند دنیا پسر خانواده والتن و برادر رابسن و الیس والتن که ثروتمندترین مردم جهان بودند و هفته پیش باهاشون آشنا شدید هستند. آقای جیم والتن. آقای جیم به همراه برادر و خواهرش رئیس شرکت والمارت می باشند. 66 سال سن دارند و با مبلغ حدود 36.4 بیلیون دلار یکی از ثروتمندترین مردم دنیاست. هشتمین شخص ثروتمند دنیا خانم کریستی والتن هستند. خانم کریستی همسر مرحوم جان والتن می باشند. خانم والتن 59 سال سن دارند و به همراه خانواده والتن در شرکت والمارت فعالیت می کنند و با مبلغ حدود 38.6 بیلیون دلار که از همسرش به ارث رسیده ثروتمندترین مردم دنیاست. رسیدیم به هفتمین شخص ثروتمند دنیا آقای دیوید کاچ. آقای کاچ رئیس و صاحب شرکت صنایع کاچ هستند. ایشون 74 سال سن دارند و متولد ایالات متحده آمریکاست و با مبلغ حدود 41.1 بیلیون دلار خود را در سطر هفتمین شخص ثروتمند جهان قرار داده است. برنامه‌مون رو با 6مین شخص ثروتمند دنیا شروع می‌کنیم. آقای چارلز کاچ. آقای کاچ برادر دیوید کاچ که هفتمین شخص ثروتمند دنیا بودند هستند. ایشون رئیس و صاحب شرکت صنایع کاچ هستند. 78 سال سن دارند و با مبلغ حدود 41.1 بیلیون دلار یکی از ثروتمندترین مردم دنیاست. آقای چارلز کاچ تاجر، کارآفرین و نیکوکار آمریکایی است که از اعضای خانواده کاچ محسوب می شود. او مالک، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل اجرایی شرکت صنایع کاچ است. وی فرزند ارشد فرد کاچ، بنیانگذار شرکت صنایع کاچ و یکی از ابداع کنندگان روش نوین پالایش بنزین می باشد. در سال 2010 بر پایه برآورد مجله فوربس شرکت صنایع کاچ در فهرست بزرگترین شرکت‌های خصوصی مستقر در ایالات متحده پس از شرکت کارگیل در رتبه دوم قرار گرفت. در اکتبر 2013 در فهرست بیلیاردرهای فوربس چارلز کاچ در رتبه 6 از ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفته است. در حال حاضر دارایی خالص وی بیش از 41.1 بیلیون دلار برآورده می شود که عمدتاً حاصل از مالکیت 42% از سهام او در شرکت صنایع کاچ می باشد. چارلز کاچ زاده اول نوامبر سال 1935 در شهر ویچیتا در ایالات کانزاس رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل صنایع کاچ است. چارلز و برادرش دیوید هر کدام مالک 42% از صنایع کاچ هستند. برادر چارلز همچنین یکی از کاندیدهای آزادیخواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1980 بود. چارلز کاچ و همسرش لیز در حال حاضر 2 فرزند دارند. چارلز و 3 برادرش هر 3 دچار سرطان پروستات شدند. چارلز در مؤسسه فناوری ماساچوست MIT تحصیل کرده و در سال 1957 مدرک لیسانس خود را در رشته مهندسی مکانیک، در سال 1958 مدرک فوق لیسانس در رشته مهندسی مکانیک و در سال 1960 مدرک فوق لیسانس در رشته مهندسی شیمی را از دانشگاه MIT دریافت کرد. پدر چارلز نیز مدرک مهندسی شیمی را از این دانشگاه دریافت کرده بود.
چارلز پس از فارغ التحصیلی به عنوان مشاور در یک شرکت بزرگ مشاوره‌ای به نام لیتل دی آرتو مشغول به کار شد، اما تنها پس از 2 سال پدرش از او خواست که به خانه بازگردد و شرکت نفتی متوسطی را که مالک و مدیر آن بود اداره نماید. در واقع پدر چارلز او را تهدید کرده بود که اگر به خانه برنگردد شرکت را می‌فروشد. چارلز پس از دریافت این پیغام به شهر خود برگشت و برای شرکت پدرش مشغول به کار شد. او از سال 1961 تا سال 1963 مدیر ارشد شرکت مهندسی کاچ بود. وی در سال 1963 به مقام رئیس شرکت مهندسی ارتقا پیدا کرد. تا سال 1971 در این مقام ماند، اما قبل از به پایان رسیدن ریاستش در آن بخش، سال 1966 پدرش او را در جایگاه مدیر عامل کل شرکت قرار داد. در سال 1967 فرد کاچ درگذشت و چارلز رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت صنایع کاچ شد. این بنگاه 1 سال بعد به احترام فرد کاچ به صنایع کاچ تغییر نام یافت و تاکنون نیز به همین نام باقی مانده است. در طول این سالها چارلز مدیریت فوق‌العاده‌ای به ویژه در کمک به رشد صنایع کاچ از خود نشان داده است. زمانی که او برای اولین بار در سال 1967 رئیس شرکت شد، شرکت پدرش یک شرکت نفتی متوسط با درآمد سالانه‌ای در حدود 180 میلیون دلار بود و ارزشی در همین حدود داشت. اما در حال حاضر صنایع کاچ به بیش از 500 حوزه رشد کرده و ارزش آن به بیش از 100 میلیارد دلار افزایش یافته است. صنایع کاچ در سال 2005 بیشترین رشد خود را داشت. شرکت صنایع کاچ که در حال حاضر دومین شرکت خصوصی ایالات متحده آمریکا از لحاظ میزان درآمد است، دارای شرکت‌های زیرمجموعه زیادی در صنایع تولیدی، تجارت و سرمایه‌گذاری مثل تجارت کالا، صنایع پتروشیمی، صنایع شیمیایی، انرژی، الیاف، پلیمر، مواد معدنی، کودهای شیمیایی، خط لوله و کاغذ، آسفالت، تجهیزات تکنولوژی شیمیایی، امور مالی و خدمات سرمایه‌گذاری می باشد. در سال 2008 درآمد این شرکت 98 میلیارد دلار برآورده شده است که آن را در رده 16 فهرست فورچن 500 قرار می دهد. این شرکت همچنین به خاطر حمایت از بنیاد بازار آزاد شهرت دارد. آقای چارلز کاچ مشارکت دست و دل بازانه‌ای در بسیاری از امور خیریه دارد. او مؤسس یا یکی از مؤسسان تعداد زیادی از بنیادهای خیرخواهانه و بشردوستانه بوده است. او مؤسس و مدیر مؤسسه کاتو که یک بنگاه غیر انتفاعی تحقیقات در زمینه سیاسی عمومی است نیز می باشد. مأموریت این مؤسسه افزایش درک نسبت به سیاست‌های عمومی و بر اساس اصول کوچکسازی دولت، بازارهای آزاد و آزادی‌های فردی و صلح می باشد. این مؤسسه روش‌های اثربخش برای ایجاد حمایت، ارتقا و انتشار سیاست‌های کاربردی برای خلق جوامع آزاد، بازار و مدنی در ایالات متحده و دنیا استفاده می‌کند. بیشترین کمک‌های چارلز به مراکز اکادمیک مربوط به دانشگاه جورج میسن در ویرجینیای شمالی بوده است. 5مین شخص ثروتمند دنیا آقای لری الیسن هستند. آقای الیسن متولد کالیفرنیا است و 69 سال سن دارند. ایشون مدیر عامل شرکت اوراکل، یک شرکت در زمینه نرم افزار پایگاه داده هستند و دلیل ثروتمند بودنش همین است. ایشون با مبلغ حدود 51 بیلیون دلار خود را در رتبه 5 از ثروتمندترین مردم جهان قرار دادند. آقای لری الیسن زاده 17 آگوست سال 1944 یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت اوراکل، یکی از شرکت‌های عمده در زمینه نرم افزار پایگاه داده است. مجله فوربس گزارش داده است که الیسن در رده 5 از ثروتمندترین افراد در دنیا است. در سال 2013 فوربس اعلام کرد که ارزش خالص دارایی‌های الیسن در حدود 51 بیلیون دلار است. الیسن استعداد زود هنگامی در ریاضیات داشت و در جوانی برای شرکت امپکس کار می‌کرد که پایگاه داده‌ای برای سازمان اطلاعات آمریکا بود که او آن پروژه را اوراکل نامید. مقاله نوشته شده توسط ادگار اف کاد در مورد سامانه‌های مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای با عنوان یک مدل رابطه‌ای برای داده‌ها در بانک‌های داده بزرگ به اشتراک گذارده الهام بخش الیسن قرار گرفت و در سال 1971 با انجام سرمایه گذاری شخصی به مبلغ $2000
آزمایشگاه توسعه نرم افزار را بنیان گذاشت. در سال 1979 این شرکت به رشنال سافت‌ور تغییر نام داد که بعدها با ارائه محصول اصلی این شرکت، پایگاه داده اوراکل، و بر اساس نام آن به شرکت اوراکل مجددا تغییر نام یافت. الیسن در مورد پایگاه داده های سیستم آر، محصول IBM که آن هم مبتنی بر نظریات کاد بود، چیزهایی شنیده بود و تصمیم گرفت که اوراکل را با محصول IBM هم ساز نماید. ولی IBM با مخفی نگه داشتن کدهای خطای سامانه پایگاه داده خود این مسئله را متوقف ساخت. نخستین نسخه اوراکل 2 بود، در حالی که نسخه‌ای تحت نام اوراکل 1 قبلا انتشار نیافته بود. این شماره نسخه به طور عمدی از 2 شروع می شد تا مشخص نماید که تمامی باگ‌های موجود در نسخه قبلی برطرف شده‌اند. الیسن در تاریخ 18 دسامبر 2003 با ملانی کرافت، نویسنده داستان‌های عاشقانه، ازدواج کرد. در مراسم ازدواج بهترین دوست الیسن، مدیر عامل شرکت رایانه اپل استیو جابز، عکاس رسمی بود. خانم کرافت همسر 4م الیسن است. الیسن یک پسر و یک دختر از همسران پیشینش دارد. الیسن رهبر و سرمایه‌گذار اصلی تیم مسابقاتی اوراکل است که برای قهرمانی در جام آمریکا در سال 1999 و 2003 مسابقه داده است. الیسن با قایق تفریحیش که سایانورا نام دارد، برنده مسابقه قایقرانی فاجعه بار سیدنی به هوبارت در سال 1908 بوده است. در این مسابقه طوفان در حین مسابقه باعث شد که 6 دریانورد جان خود را از دست بدهند. این تجربه باعث شد که الیسن مسابقات قایقرانی در اقیانوس‌ها را کنار بگذارد. همچنین قایق تفریحی دیگر او به نام The Rising Sun تا سال 2004 در میان بزرگترین قایق‌های تفریحی دنیا در مقام دوم جای دارد. اعلام شده است که ساخت این قایق بیش از $200 میلیون هزینه در بر داشته است. طول این قایق 138 متر می باشد. بزرگترین قایق تفریحی شاهزاده عبدالعزیز نام دارد و متعلق به خانواده سلطنتی عربستان می باشد و طول آن 1.147 متر است. الیسن بارها به دلیل سر و صدای تولید شده توسط هواپیمای جت خصوصیش از سوی مقامات فرودگاه بین‌المللی کالیفرنیا مورد انتقاد قرار گرفته است. در کالیفرنیا قوانینی وجود دارد که برخاستن و نشستن هواپیماهایی با وزن بیش از 34 تن در هنگام شب مجاز نیست و الیسن در این باره چندین اخطاریه دریافت کرده است. در سال 2001 به الیسن این امتیاز داده شد که مشمول این قانون نباشد. او ملکی طراحی شده شبیه روستاهای ژاپنی در قرون وسطا دارد که در کالیفرنیا قرار گرفته است. همچنین او خانه مدرنی در سان فرانسیسکو در خیابان برادوی دارد. الیسن چندین بار سعی کرده است که امتیاز یک تیم ورزشی حرفه‌ای را خریداری کند. او تلاش‌هایی برای خریدن تیم‌های فوتبال گلدن استیت وریرز و سان فرانسیسکو 49ers که هر دو مورد تقاضای او رد شد. اکنون او به دنبال خرید امتیاز یک تیم ورزشی در لس آنجلس است. لازم به ذکر است که این شهر محل برگزاری لیگ ملی فوتبال آمریکا است. رسیدیم به 4مین شخص ثروتمند دنیا، آقای آمانسیو اورتگا. آقای اورتگا مؤسس فروشگاه لباس به نام زارا هستند که نامش برای هیچ کدام از ما ناآشنا نیست. ایشون متولد اسپانیاست و 78 سال سن دارند و با مبلغ حدود 63.3 بیلیون دلار یکی از ثروتمندترین مردم دنیاست. احتمالا شما هم با مارک کفش و لباس زارا آشنا هستید و شاید هم صاحب یکی از اقسام پوشیدنی با این مارک معتبر باشید. شرکت زارا سومین فروشگاه زنجیره‌ای کفش و لباس را در اختیار دارد و مؤسس آن آمانسیو اورتگای اسپانیایی است. شاید برای خیلی‌ها عجیب باشد در دنیایی که مد، لباس و کفش دائما از ایتالیا و فرانسه نشأت می‌گیرد، سومین عرضه کننده کفش و لباس جهان یک اسپانیایی است. آمانسیو اورتگا در حال حاضر با زارا توانسته است ثروتی بیش از 63.3 بیلیون دلار جمع آوری کند و خود را در رده 4 از ثروتمندترین افراد جهان قرار دهد. ثروتمندترین مرد اسپانیا در 28 مارس سال 1936 به دنیا آمد.
آمانسیو اورتگا مؤسس و رئیس شرکت آندایته گروپ است. آندایته گروپ یک شرکت بزرگ اسپانیایی است که متشکل از بزرگترین گروه‌های مد و طراحی در دنیاست. این شرکت عظیم تقریباً 100 شرکت را تحت نظر خود دارد که اساساً در زمینه طراحی لباس، تولید پوشاک و عرضه انواع پوشاک فعالیت دارد. آندایته گروپ بیش از 2000 فروشگاه فعال در سراسر جهان دارد و تولیداتی با مارگاه مسیم، پال بر، زارا و بشگا دیوتی را به مشتریان خود عرضه می کند. تمامی طراحی، دوخت، تولید و عرضه لباس‌های آندایتک توسط همین شرکت صورت می‌گیرد. شاید یکی از نکاتی که باعث شده که زارا بتواند سومین تولید کننده پوشاک شود، نوآوری به موقع آن باشد. فروشگاه‌های زارا هر هفته شاهد عرضه 2 محصول جدید هستند. اولین فروشگاه زارا درهای خود را در سال 1975 به روی مشتریان خود در لاکورونا اسپانیا باز کرد. این شهر اکنون دفتر مرکزی زارا را در خود جای داده است. امروز زارا بازارهای جهانی را تسخیر کرده است و در اکثر شهرهای مطرح جهان شعبه دارد. فروشگاه‌های زارا را می‌توان در خیابان 5 نیویورک، خیابان معروف شانزلیزه پاریس و خیابان ریجنت استریت لندن پیدا کرد. آمانسیو اورتگا اکنون با همسر دوم خود در آپارتمان لوکسی در شهر آلکورونا زندگی می‌کند. وی که در شهر لیون به دنیا آمده، در سن 14 سالگی کار خود را در یک مغازه لباس فروشی در شهری که اکنون در آن ساکن است آغاز کرد. آمانسیو که حتی دوران دبیرستان خود را هم به پایان نرسانید، در سال 1963 شرکت کانفشن کوآ را که لباس خانگی تولید می‌کرد تأسیس کرد. او در سال 1975 به دنبال تجربه‌ای که در این شرکت کسب کرده بود. اولین فروشگاه خود را که بعدها شهرت جهانی پیدا کرد، یعنی زارا را تأسیس کرد. آمانسیو اورتگا با آنکه ثروتمندترین مرد اسپانیا به شمار می‌رود، علاقه چندانی به مطرح شدن در رسانه عمومی از خود نشان نمی‌دهد. او برخلاف اروپایی‌ها از زدن کراوات خودداری می‌کند و دوست دارد غیر رسمی لباس بپوشد. شلواری که او بیشتر به تن دارد از جنس جین و به رنگ آبی است. او در حوالی سال 2000 برای گرم کردن تنور تبلیغاتی شرکتش که در شرف ورود به بازار بورس بود، برای مدتی کوتاهی خود را در دید رسانه‌های گروهی قرار داد، اما در عین حال همچون دفعات پیش از انجام هر گونه مصاحبه سر باز زد. هنوز معلوم نیست دلیل این رفتن مرموزانه آمانسیو چیست، اما رازداری و سری بودن اقداماتش که شک خیلی‌ها را برانگیخته است، به چاپ کتابی درباره او به نام آمانسیو اورتگا دسرو ای زارا انجامیده است. پدر اورتگا کارمند شبکه ریلی بود و خود او به دست آوردن ثروت فعلیش را باید مدیون همسر اولش روزالیا میرا باشد. بیننده‌های عزیز، من 3 نفر از ثروتمندترین مردم جهان رو به شما معرفی کردم. نفر 6م، 5م و 4م که به ترتیب آقای چارلز کاچ با مبلغ حدود 41.1 بیلیون دلار، آقای لری الیسن با مبلغ حدود 51 بیلیون دلار و آقای آمانسیو اورتگا با مبلغ حدود 63.3 بیلیون دلار. دوستان، افراد موفق و پیروز از طریقی وارد صحنه زندگی شدند که از آن طریق پیروزی خود را تضمین کردند. دوستان، در جاده‌ای قدم بگذاریم که قبلا هموار بوده. از راه‌های پرپیچ و خم، سنگلاخ‌ها و بیرایه‌های زندگی بپرهیزید. انیشتن، دانشمند بزرگ، در کلاس‌های ابتدایی رفوزه می‌شد، ولی در محیط‌های خصوصی قدرت درونی خود را ابراز کرد. پس این نشان دهنده این است که علاقه به هدف ما را به موفقیت نزدیکتر خواهد کرد. امیدوارم که اطلاعات کافی رو از این 3 شخص ثروتمند دنیا به شما داده باشم. دوستان، فراموش نکنین که هفته بعد با 3 نفر اول از ثروتمندترین ها با شما خواهم بود. مطمئنم دوست دارید بدونید که اولین شخص ثروتمند دنیا چه کسی است و با چند بیلیون دلار خدا در رتبه اول از ثروتمندترین ها قرار داده است. پس برنامه ثروتمندترین ها رو از دست ندین. من در این قسمت از برنامه شما دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.